4 رکورد تراکتور که نمیدونی. فرقی نداره پرسپولیسی باشی یا استقلالی، همه قبول دارن که طرفدارای تراکتور به طرز عجیبی تعصب تیمشون رو میکشن. اما چرا؟ یک، جالبه بدونی بعضی از رکوردهای تراکتور رو هیچ تیمی تو ایران نداره. مثلا ثروت آقای زنوزی مالک باشگاه تراکتور 6 میلیارد دلاره. یعنی تراکتور رسما از باشگاه‌های بزرگی مثل تاتنهام و روم و حتی اوساسونا پولدارتره. مورد دوم به آکادمی خفن تراکتور برمیگرده که بازیکنایی مثل کریم آقای باقری و پرویزخان مظلومی قبل اینکه تو استقلال پرسپولیس اسطوره بشن ستاره تراکتور بودن. 3، عشق تبریزی‌ها و ترک‌ها به تیم تراکتور تا خود AFC هم رفته و تو سال 2013 تراکتور با میانگین 70,000 تماشاگر برای هر بازی رسما پرطرفدارترین تیم آسیا شد. رکورد آخرم افتخار کل ایران و اتفاقا همین آبان پارسال اتفاق افتاد وقتی تراکتور 7 تیم روشن تاجیکستان رو برد و بزرگترین برد یک تیم ایرانی تو آسیا رو رقم زد. اگه طرفدار تراکتور هستی لایک کن و بنویس یاشاسون تراکتور. اگرم ترک هستی این پست رو به همه بفرست تا پرسپولیسی ها و استقلالی ها بدونن آمار پست